سلام بچه، چطور؟ خیلی خوش اومد به یه ویدیو دیگه بچه. امروز اومدیم مسابقات درخواستی که تو چنل اول، تو ویدیوی کشیکج چنل اول بهم گذاشته بودید و براتون بذارم. و بچه یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید. و این اولین ویدیو چنل دوم ماست که دیگه فقط توش کشیکج قراره بذاریم و اینم مسابقات درخواستیه که تو اون چنل گذاشته بودید. و حالا از این به بعدم مسابقه درخواستی دارید، حتما تو کامنت ها برام بنویسید. همه رو سعی میکنم هفته یه بار مسابقات درخواستی رو داشته باشیم. بله، اول مسابقه هم که گفته بودید بچه ها، مسابقه فین بالر شیطانی در مقابل دفین بری وایت، که ببینیم چی میشه دیگه. بچه ها سابسکرایب فراموش نشه، چنل اولم اگه سابسکرایب نرید حتما سابسکرایب کنید. تو اونجا ویدیو فیفایی و پی اسی میسازم، فیفا پی اس فوتبالیه کلا دیگه. آره دیگه. و بله، اینجا دفین بری وایت رو میبینید که وارد میشه. و حالا اینجا نوبت به فین بالر دیمن، شخصیت دیمنش میرسه و بله دیگه فین بالر ببینیم میتونه دفین بری وایت رو شکست بده. یه بار که در واقعیت با هم دیگه در سامرسلم مسابقه دادم، فکر کنم تو سامرسلم بود داره، و دفین تونست ببره فین بالر رو. بله ببینیم دو شیطان چی میشه. حالا همین اول سنگ مسابقه به صدا در میاد. حالا اینجا میره یه ضربه پلشتی به فین بالر زد و ضربه خیلی پلش. حالا اینجا فین بالر دفین میذاره. او مای گاد، این که هیچیش نشد. دفین تخمش هم نبود بچه این ضربه که خورد از فین بالر. حالا اینجا میگیرتش همین اول کار، میخواد بره برای سیستر ابیگیل و سیستر ابیگیل میزنه و اینجا دهن اینجا فین بالر رو صاف میکنه. حالا دوباره اینجا دفین میندازتش اون بر فین بالر رو. حالا میگیره اینجا، میگیرتش بلندش میکنه. او مای گاد، سوپلکس، چه سوپلکسی میزنه و همین اول کار کلا جرواجرش کرد اینجا فین بالر رو. دفین حالا اینجا میره گرتش. او مای گاد، میره برای مندور کلاب رو زده که پاش رو تناب پلش زرنگو. حالا اینجا دفین از زمین میره اون طرف داور رو میزنه. او مای گاد. حالا اینجا دفین میخواد چی کار کنه، اینجا میگیره یه ضربه لگد میزنه تو تخماش. حالا این طرف میگیرتش ولی اینجا یه دونه ادبات میزنه و سر فین بالر به فاک رفت، به فاک میره و سرویس شد. این طرف بلندش میکنه دفنس ولی نمیرینه. اون طرف فین بالر میدو یه دونه کلوزلنگ زد و انداختش بینون. عجبه واقعا. بالاخره فین بالر یه ضربه زد، یه ضربه دیگه زد. حالا اینجا میگیرتش میندازتش اونور، این طرف انداختش اونور. فین بالر هم داره میاد تو رینگ. اینجا حالا دفین میگیرتش. او مای گاد، سرویسش کرده دفین. بدم سرویسش کرده چون باسنش پاره شده بچه ها، باسنش پاره شده. اینجا تا اینجا کار فین بالر. حالا میگیرتش. او مای گاد، میره برای سیستر ابیگیل. این طرف سیستر ابیگیل هم زد. حالا دوباره میگیرتش اینجا یه دونه ضربه پارسلم. او مای گاد، دهن اینجا فین بالر رو صاف کردی که تو دفین. حالا دوباره گرفتتش. او مای گاد میزندش به اون گوشه، میگیرتش. پارسلم، رانینگ پارسلم. اینجا رو باشی. خیلی دفین خوب کار کرده تا اینجا کار. دهن فین بالر رو صاف کرده. اینجا دوباره میدو یه دونه کلوزلاین میزنه. بابا بسته، چقدر کتکش میزنی فین بالر؟ چرا هیچ گویی نمیکنه این فین بالر؟ حالا اینجا سیستر ابیگیل باسنش پاره میکنه، باسنش تا اینجا کار پاره کرده. حالا دوباره میگیرتش. مندور کلاب زد. مندور کلاب. او مای گاد، نذاش فین بالر نذاش. حالا میره سمتش ولی اینجا جاغالیه به موقع فین. حالا این طرف اینجا یه دونه ضربه از فین بالر میگیرتش. اینجا دفین رو عجبه داره میخواد بزنتش. حالا اینجا بازم ریز بچه، چقدر میرینی. حالا دوباره هدبات رو میبینیم از اینجا
دفن دهنش رو صاف کرد و باستنش پاره شده فین بله. حالا اینجا یه ضربه پانچ اینجا، حالا نه جا خالیه و یه دونه سوپر کیک هولی شت، چه ضربه زد این طرف فین بله. ببخشید این بچه این چیزه میاد رو صفحه مال اینه که من اون اکانتم به پاک رفت و اکانت جدید زدم اینجوری شده، بعد این چیزا میاد کاور کرد. او مای گاد جو رو گفتم سرم گفتم اون و این اکانت جدیده. حالا چون خیلی توش بازی نکردیم مثلا چیز جدید میاد بهمون میخواد توضیح بده WWK و به خاطر همین دیگه ببخشید. حالا این طرف میره بالر تاپ روپ. او مای گاد فین بالر میره برای اینجا بالر کلاب دهنه. حالا دفین سرویس میشه وان تو ولی که کاوت اینجاست که فین بالر. حالا نگاه کنیم بچه ها خسته شده پاره شده باستنش دیگه بچه ها. بعد که باستن پاره میشه خسته میشه آدم. این طرف حالا دفین بلند میشه ولی نه یه ای کوچیکی میزنه روی فین بالر این طرف، ولی ضربه رو نذاش بزنه یه پانچ از فین بالر ولی نه. حالا دوباره پانچ این طرف میگیرتش میره برای سیستر ابیگیل، دوباره باستنش رو میخواد پاره کنه. بله پاره تر شد، جر بیشتر خود باستنش بچه ها. همینطور داره پاره میشه فین بالر، نمیدونم چرا دیگه. حالا این طرف حالا ضربات البو همینجور داره میزنه به شونه فین بالر. آخه او مای گاد هدف فین بالر هم در میاره. این طرف هدف فین بالر هم در آورد. حالا این طرف بلند شده یه دونه کلوزلانگ میزنه. آخه چرا بلند میشی که پرت بشی بیرون؟ چرا بلند میشی اون اسکول؟ چرا انقدر اسکولی تو؟ انقدر پلشتی تو؟ آه مای گاد زدش فین بالر. اینجا دوباره بلندش میکنه فین بالر دفن رو ولی نه. آخه چرا تو بلندش میکنی اینو وقتی میدونی کتک میخوری؟ یابو چرا بلند میکنی فین رو؟ وقتی یه کتک میدونی میخوری چرا یابو بلندش میکنی فین رو؟ چرا انقدر یابو و پلشتی تو؟ حالا دوباره اومد توی رینگ یه دونه کلوزلانگ دوباره خورد. چقدر این کسخله بچه ها. این طرف دوباره دفین بلندش میکنه میخواد چی کار کنه؟ او مای گاد سیستر ابیگیل هولی شت دهن اینجا فین بالر رو سرویس کرده یه جورایی. طرف منتظر پاش فین بالر میگه پاشو. او مای گاد بلندش میکنه اینجا میره برای سیستر ابیگیل دوباره باستنش دوباره میخواد پاره کنه. باستنش پاره شد کاور میکنه وان تو تیره تمام دفن بروایت تونستیم فین بالر رو شکست بده. فین بالر واقعا باستنش پاره شد انقدر سیستر ابیگیل خورد. تو عمرش انقدر کتک نخورده بود که الان خورد. باستن پارگی شد چه باستنی ازش پاره شد. بله چه باستنی واقعا ازش پاره شد. خب بچه ها میبینید که تونست فین ببره. میریم سراغ مسابقه درخواستی بعدی، مسابقه ری میستریو در مقابل دامینیک میستریو پسر خودش. ببینیم چی میشه دیگه. مسابقه درخواستیه و احتمال داره تو واقعیت واقعا این دوتا با هم چه مسابقه بدن. حالا رابطهشون یه ذره تو گوشیش خراب شد و اینجور چیزا. بله اینجا ری میستریو vs دامینیک میستریو در TLC. ببینیم چی میشه دیگه. پدر پسر ببینیم کدوم برنده میشه. یعنی بله ری میستریو دامینیک میستریو در TLC. واقعا مسابقه جذابی میشه اگه در واقعیت تو اکستریم روز این مسابقه رو ببینیم. اکستریم روز 2021 واقعا مسابقه جذابی میشه و حال میده. این طرف ری میستریو وارد میشه، بعد منتظر دامینیک میستریو باشیم. بله ببینیم چی میشه بچه ها. لایک کامنت سابسکرایب هم فراموش نشن. اسکیپ کردم اینجا مال دامینیک میستریو. حالا همین اول کار مسابقه شروع میشه ولی نه دامینیک خوب دست ری میستریو رو خوند. خوب دستشو خوند. حالا اینجا میره سمتش ری میستریو یار کیمانه هولی شت. حالا یه ضربه
بدنش میزنه. حالا ری میستریو تکنیکی میخواد پسرشو بزنه. حالا یه ضربه پانچ از دامینیک. او مای گاد چه ضربه ای زد دامینیک میستریو. یه لحظه پاشو گرفته ری میستریو میزنه تو زمین. او مای گاد میره بالا تاپ روپ. ری میستریو رفته بالا تاپ روپ. او مای گاد بچه بولش کرد تو دهن پسرشو. بد بود این کارشو. حالا میره برای فینیشرش از فلش. فینیشر خودشو زد. او مای گاد داره پسر خودشو بولشو کرد تو دهن پسرش. من اینو نمیفهمم اینقدر آدم باید پلش باشه. او مای گاد اینجا رو باشی. او مای گاد میره برای فینیشر دومش. شالشه دوباره بولشو کرد تو دهن پسرش. این چقدر بیشوره چقدر پلشته این. اینقدر پلش نباش آدم پولشو نمیکنه تو دهن پسرش که دعواشم که بشه. حالا کاور از ری میستریو. 1 2 ولی کیک اوت. او مای گاد دامینیک میستریو پا شد اینجا. پا میشه پا شده اینجا میگیرتش دامینیک. پرتش میکنه بیرون. هنوز که پرت نشده بیرون ولی نتونستن. حالا اینجا ری میستریو اولی شیت با باسن اومد تو کف رینگا. باسنش پاره شد اینا. حالا کاور ولی کیک اوت. خیلی بد جور اومد. من الان باسنم اینجوری اومد از زمین نمیتونستم پاشم بچه‌ها واقعا. حالا این طرف اینجا یه ریز میزنه. یه ضربه لگد بهش زد و دهن همدیگه رو دارن صاف میکنن پدر پسری. یه کلوز لاین میره بیرون. دامینیک میستریو میاد توی رینگ. حالا اینجا یه ضربه به زانو ری میستریو زد. بعدم زد. حالا اینجا یه دونه دراپ کیک ری میستریو. دوباره بلند میکنه دامینیک رو. این طرف میگیرتش میره برای 619. او مای گاد میره برای 619. هولی شت 619 619 زد. حالا میره بالا تاپ رو. میره برای فینیشر خودش. اسپلش کاور میکنه. 1 2 وای بابا چرا این کیک اوت کرد. این پلش نمیدونم. ما بولش ری میستریو کرد تو دهنش بازم کیک اوت میکنه. این چقدر کثافته. حالا این طرف دوباره پرتش میکنه اونور دامینیک میستریو. اینجا یه دونه ضربه پانچ میزنه و پدرشو پرت میکنه بیرون رینگ. حالا یه ضربه که نه ری میستریو پای دامینیک رو میگیره و میزنه تو زمین. میره اونور باید چیکار کنه. اولی شت میره میزو خالی میکنه اینجا. ری میستریو دامینیک میخواد اینجا رو پسرش رو این میز خورد کنه یعنی. حالا یه ضربه لگد از دامینیک پرت میکنه ری میستریو رو توی رینگ. اولی شت داورم داشت میشمرد. اگه نمیمدن احتمال داشت دیسکالیفیکیشن بشه. دوباره بلند میکنه دامینیک میستریو. دامینیک بلند کرده ریو ولی نه. یه دونه ضربه البو به زانو. حالا اینجا دستشو میپیچونه. ری میستریو دست پسرشو پیچونده ولی البو بدجور خورد. او مای گاد البو دوباره اینجا. او مای گاد سوپلکس. اولی شت میره برای دومین سوپلکس و میره برای سومین سوپلکس. سومیش هم میزنه. پدر پسر واسن همدیگه رو پاره کردن واقعا چه مسابقه جذابی شده. حالا اینجا یه دونه هولی شت چیکار کرد ری میستریو. این طرف دوباره گردن ریو گرفته. دامینیک میستریو بلندش میکنه و بالاخره چه ضرباتی اینجا. چه مسابقه جذابی شده این مسابقه دو نفر. حالا گردن ریو میپیچونه. بابا نکن بابات اسفل پلش. 2 روز دیگه تو خونه میندازتت بیرون بیخونه میشه بچه ها. باید بره کارتون خوابی. این طرف دوباره یه دونه البو زانو دامینیک میزنه. یه دونه ضربه. هولی شت ری میستریو خیلی خوب میرقصه. چه میرقصی برای پسره. چه اسکل پلشتی ها. این طرف دوباره اومد توی رینگ. دوباره حرکات تکراری ها میزنه. بلند میکنه دامینیک رو. بلندش کرده دامینیک میستریو رو. این طرف دوباره یه ضربه خیلی وحشیانه زد بهش. دوباره این طرف دامینیک گرفته میخواد چیکار کنه یعنی. این طرف ری میستریو میگیرتشو
میخواد پرتش کنه بیرون و پرتش هم میکنه بیرون. میخواد چیکار کنه؟ هولی شت کنه میخواد روی میز خورد کنه. این طرف پرتش میکنه اون بر اینجا دوباره، ولی نه، دامینیک میستریو میزنتش به میز. هولی شت میخواد چیکار کنی دامینیک؟ هولی شت گذاشتش روی میز. نه این کارو نکن بابات یابو. چه یابویه دامینیک، گذاشتش روی میز. این قدش کوتاه ری میستریو، چه میزه بلندتر از ری میستریو. حالا این طرف اسپلش روی میز. دهن ری میستریو رو صاف کرد، دهنش رو صاف کرد واقعا. حالا دوباره ری میستریو پاش شده اینجا داره فرار میکنه از پسرش. نه میره بالا تاپ رو. بالا دامینیک میستریو میاد توی رینگ و اینجا یه دونه دراپ کیک از بالا تاپ رو زد. دوباره رفت. بابا این چقدر ترسن دوتاشو. از اون ور اون فرار کرد. او مای گاد ری میستریو، ولی رید اینجا رفت بالا تاپ رو ولی رید. حالا این طرف دامینیکو فرستاد توی رینگ اینجا. او مای گاد دامینیک میستریو میره برای 619. هولی شت دامینیک میره برای 619. ری میستریو رو میزنه. حالا هولی شت اینجا 619 زد، کاور میکنه. 1 2 ولی که کاوت از ری میستریو. حالا این طرف میره بالای تاپ رو. هولی شت. حالا اینجا اسپلاش کاور میکنه. 1 2 و تمام شد بالاخره. اینجا پدر پسری باستن هم دیگه رو پاره کردن، ولی در آخر پسر ری میستریو موفق بود این مسابقه رو ببره. چه مسابقه جذابی شد بچه‌ها و امیدوارم تو واقعیت این مسابقه رو ببینیم. بچه دمتون گرم که ویدیو رو تا آخر دیدید. بچه ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید چنل رو، زنگوله رو هم بزنید، حتما زنگوله بغلش هم بزنید. چنل اول هم اگه سابسکرایب نکردید برید سابسکرایب کنید. ویدیو فیفا و پی اس میذارم کلا فوتبالیه و دیگه چیزی نمیمونه بخوام بهتون بگم. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود. And his name is John C.